موتر در سایه کرونا پشته دایموند بسیار یک کوالیتی بالا. اولین دفعه است که در افغانستان یک شرکت بسیار معتبر آمده دیگه. به حساب ما اینجا دوستا تقاضا کردن، برشون زنگ زدیم که ما اینجا موتر ما یک مشکل یک چکش میکنیم که مشکل نداشته باشه. با اینجا که آمدیم دوستا موتره که ما را چک کردن بسیار بالا، بسیار کوالیتی بالا، کارمندای فنی همینجا آمدیم چکش کردیم، حال خاطرم جمع شده. بسیار سیئی به حساب یک انسان یک جای میره به سال یک شفاخانه چکپ عمومی میشه. این وقت بخش موترم در افغانستان آمده که از تایر موتر گرفته تا همه چیزش بر چکپ عمومی میکنه که خاطر جمع شده که یک موتر پاک صفا سوزه در نصیبم شده. راپور دقیق و شفاف که دیگه از این که بالاتر نخواد از سطح افغانستان باشه.